سلام به تمام دوستان شگفتی ها. ممنون میشم تا انتهای ویدیو همراه من باشید و از گفته های فردوسی لذت ببرید. گوش شنونده همیشه در جستجوی سخن خردمندانه و حکیمان است. خرد برترین هدیه الهی است. کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است. خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست. اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است. چشم و گوش و زبان سه نگهبان اویند که لاجرم هرچه نیکی و شر است از همین سه ریشه میگیرد. و افسوس که به دنبال کنندگان خرد که اندکند، باید که به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد. خداوند درهای هنر را برای دانایان دادگر گشوده است. کسی به فرجام زندگی آگاه نیست. خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد. چراغ مایه دفع تاریکی است. بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است که از آن دوری باید جست. روح و روان و دل جهان روشن است و زمین را بی‌دریغ روشن می سازد. خورشید از خاور برخاسته به سوی باختر که مسیری درست و بی‌نظیر است. ای آن که همچون آفتاب لبریز از نور و خردی، تو را چه شده است که بر من نمیتابی؟ به این زمین گرد که به سرعت میگردد بنگر که درمان ما در آن است و درد ما نیست. نگاه کن و ببین که نه گردش زمان آن را میفرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش میکشد. نه آرام میشود و نه همچون ما تباهی میپذیرد. به آموختن چون فروتن شوی، سخنهای دانندگان بشنوی، مگوی آن سخن کاندر آن سود نیست، کز آن آتشت بهره جز دود نیست. به آموختن چون فروتن شوی، سخنهای دانندگان بشنوی، مگوی آن سخن کاندر آن سود نیست، کز آن آتشت بهره جز دود نیست. دیوان که فرمان روا و دست دراز شدن، سخن از نیکی را هم باید مانند راز گفت. ابلیس مانند نیک خواهان پیش می آید. ابتدا عهد و پیمان می گیرد، سپس راز می گوید. کسی که بر جایگاه خویش منم زد، بخت از وی روی برخواهد تافت. فرمان روایانی که گوش به فرمان مردم دارند، در زندگی جز آرامش و آوای نوش نخواهند شنید. اگر برای انجام کاری بزرگ زمان نداری، بهتر است بیدرنگ آن را به دیگران بسپاری. آنگاه که هنرخوار می گردد، جادو ارجمند می شود. کتاب زندگی گذشتگان جان تاریک را روشنی می بخشد. نیکبخت‌ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار را به راستی. انسان هر زمان از پیش آمده آینده درباره خود اندیشد و از آن بیم هراس در خاطر نشاند، آن خطر زودتر وی را تعقیب می کند. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. فراموش نکنید که حتما ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید و باعث شادی و دلگرمی ما باشید.